این رو میشد گفت که یک دستاوردی کلونی سیاست خارجی، دستاوردی کلونی کشور و این میشه گفت تبریک. و طوری که پرزیدنت گفتن که ما همه را به نیویورک آوردیم. این جمله معنی بسیار عمیق دارد، یعنی که ما در نتیجه 1 سال 2 سال کوشش مذاکرات بالانس ها را رعایت کرده اخیر توانستیم یک پیشنهاد را در سطح سازمان ملل متحد گذرانیم. این جای مهمش است، جای تبریکش است. خب اکنون چرا از نظر اطلاعاتی و سیاسی همین افتخار است؟ ببینید ما اگر یک ورزشگر ما اسپورتسمن در یک مسابقه جهانی جای اول میگیره، ما چقدر پر از افتخار میشیم. بگیم که گیمن تاجیکستان صدا داد، پرچم تاجیکستان بلند کرده شد، با وقتی که او مدال میسپارد قریب اشکهای ما میریزد. خیلی است. این اخیراً یک مشتزن ما حتی در امو جنگ به قاعده غالب شد. چندین هزار نفر در امو دوشنبه شب بیدار استادن و رو مخلصی کردن. و این بسیار مهم است، این خوب است. ملت همین گونه ساخته میشه. ملت وقتی ساخته میشه که احساسات مشترک با وجود بیاید در اطراف یکم مسئله. و وقتی که یک ملت میتونه صدها هزار نفرش برای یک ورزشکارش مخلصی کند، شب بیدار استد، این هم یک الیمنت های ملت سازی است و این خوب است. ولی شما بینید که همین افتخار در سطح صدها مراتب بزرگترش دایر شد که رهبر دولت ما، نماینده ما 3 روز در این منبر اساسی جهان، 3 روز منبردار و میداندار سازمان ملل متحد، 3 روز تمام جهان، تمام کشورهای اشتراکچی، تمام رسانه ها از تاجیکستان میگویند. 1 هفته شما دیدید که هر پرزیدنتی که به سخنرانی میبراید با این شروع میکند که جناب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اجازت شما و صحبت سر میکنند. هر وزیر خارجه که میبراید با این ذکر که جناب رئیس جمهور و پیشنهاد شما میخیل و شما دیدید که 170 کشور و کسایی که 100 تشکیلات جهانی اوجا اشتراک کردند و هر یکش میبرد His Excellency President of Republic of Tajikistan. یعنی همین صدا داده است هر روز رهبر کشوری که اگر در خریطه جهان نشان دادنی شوی نمیابی. این قدر از نظر حجم خورده، ولی از نظر همون پیروزی دیپلماتی 1 هفته در صدر همین منبر سازمان ملل متحد جایگاه یابد. این را اگر کسی سیاست خارجه را میداند، این تو چه حد دیپلمات و سیاست بزرگ بدنش درک میکند. انا از این نظر ما میگیم که این جای افتخار است. و 1 هفته همه جهان سخن از تاجیکستان گوید، سخن از کشوری ما، فرهنگ ما، ملت ما، تشبوسی ما گوید. اونجا غیر از اون کنفرانس اساسی حدودی 14 چهاره‌بینی بزرگ شد، باز 10 ها ملاقات 2 جانبه شد و این اوج همون استقلال ماست. حتی ما اگر کم ترک بدیعی یا که احساسی کرده گیم، این تنتنه آرمان 1000 ساله ماست. این هم آرمانی است که از استاد رودکی و تا فردوسی و تا عینی داشتن و آرمانی است که همون نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور و اینا داشتن که روز همچو دولت مستقل به صحنه جهانی بیایند و همی که رهبر تاجیکستان 3 روز منبرداری صحنه اساسی جهانی بود. این تنتنه آرمان همو بزرگا است. بنابراین اینجا سخن فقط درباره یک مجلس نمیرد. با واسطه مجلس ما یک آرمان 1000 ساله خود را تطبیق کردیم. این رو فهمیدن بسیار مهم است، زیرا از همین نظر من گفتم که یعنی یگان تاجیک نمیتواند با این مخالف باشد. یگان تاجیک نمیتواند که ای را کم شمارد، از این ناراضی باشد و حساب این افتخار از همه حسابهای سیاسی جدا است.
حساب این افتخار از همه حسابا و اختلافای سیاسی جدا است. زیرا اینجا سخن درباره دولت میره، ملت میره، سخن درباره ظهور قدرتمندانه همین ملت میره. اینجا طرفدار دولت و حکومت و پرزیدنت بودن اینجا شرط نیست. همین عضو همین ملت کسی باشد پر از افتخار بشد. از همین رو من فکر میکنم که اگر ما ایدئولوژی ما کمی تکمیل تر می بود، ما از همین حادثه یک جشن ملی میکردیم. باید همون گونه که یک گشتینگی را ما جشن ملی میکنیم، این هزاران برابر او مهم بود که ما 3 روز صاحبی همین منبر و در صحنه جهان هم رسانه ها هم وزیرها هم میان، یعنی که تاجیکستان همین صدا دادن نام ما در اونجا خودش کافی بود که یک جشن و یک ایمیج، یک آبرو در جهان یعنی خیلی ساخته میشد ذره ذره. و اگر این بخش جنبست کنیم چرا همین خیلی نمیشد؟ این سوالی اساسی برای سیاست شناسا و بچه‌ها اینجا. چرا این خیلی نمیشد؟ چون که ما هنوز ارزش‌های دولتی و سیاسیمون رو در سطح ارزش‌های شخصی درک نکردیم. این است مهم. مثلا در این سیستم ارزش‌ها یا جدول ارزش‌های یک تاجیک گیرید، مثلا ننگ است، ناموس است، دین هست، احساساتی نمیدونم جوانمردی، بسیار چیزا هست. لیکن این دولتداری رو هنوز ما هم چون یک ارزش شخصی، ارزش عمومی ملی واسه جای نکردیم. برای همین ما از همون پیروزی کشتیگیر بسیار خرسند میشیم، این بهترین لحظه است. ولی از پیروزی دیپلماتی دولتمون خرسند شدن نمیتونیم، چون که ماهیتی رو درک نمیکنیم. ما یگان اختلاف، یگان ناراضگی، یگان معاشمون پست باشه همون در گرفتار میشیم. دولت به کجا میرسه حتی خبر هم نمیشه. بنابراین اگر ما ارزش‌های دولتداری و وطنداری تا سطح ارزش‌های شخصی تربیت کنیم، اون وقت ما ملت سیاسی، ملت آگاه، ملت صاحب دولت میشیم. این بسیار مهم است. اما ملت‌ها باقی میمونن. وگرنه ملت‌هایی که دولت رو همچون ارزشی حیاتی درک نمیکنن، اونا دولت از دست میدن. اونا کمترین ارزش دیگری، منفعت دیگری باشه، دولت از دست میدن. بنابراین همین سبقی، همین رویداد همی بود که ما باید درکی یعنی دستاوردهای کلان سیاسی هم یاد گیریم. وقتی که ما در ارزیابی همین مسئله میگیم که همین تشبوس یا همین دیپلماتی، همین سیاست باعث نجات سیاره میشن، اینجا ببینید اینجا گپ نیست که ما بگیم که ما سیاره رو نجات میدهیم. منظور نیست که همین ایده، همین تشبوس اگر از سوی کشورهای قدرتمند سازمان ملل متحد پذیرفته درست تطبیق شود، واقعا باعث نجات سیاره میشد. چرا؟ هیچ خیلی، چون که همین سیاره، خود سیاره 71-75% آب است. خود همین سیاره زمین تمام حیات در اساس آب است. انسان گفتیم آب است، آب نباشد حیات نیست. بنابراین وقتی که یک تشبوس آب رو مطرح میکنیم، بگیم که همین تشبوس ایده نجاتی همین سیاره است، این نه هنگامه است، نه شعار است، نه واهمه است، این واقعیت همین خیلی است. از نظر منطقی علمی همین بحث کردیم. مثلا ما همین شما رو گفتم که همین آب باعث نجات شما میشد، همین درست است. کنی یک روز آب نخور. برای همین درباره بزرگی و اهمیتی همین تشبوس شبهه نیست. مثلا وقتی ما میگم که همین تشبوس باعث نجات سیاره میشه، نه اینجا سیاست است، نه دیپلماتی است، نه چاپلوسی است، نه روی خاطر است، و واقعا همین خیلی است. اگر همین رو بگیم که نه چنین نیست، این اشکال به عقل خودمون است. بنابراین اینجا با یک باوری ما میگیم که همین تشبوس اگر درست پذیرفته شود، یک تشبوس مهم دارای اهمیتی بسیار بزرگ جهانی است. زیرا بود و نبودی جهان محض به همین آب، به اکولوژی، به پیریخا پیوست شده است، گیره خورده است. از این رو وقتی میگیم که این تشبوس در سطح
مسئله نجات و حیات سیاره است، این یگان تبلیغ و تشویق و شعار نیست، این ذکر یک واقعیت است با عقل تحلیلی.